سلام عزیزان، روزتون بخیر. امیدوارم عالی باشید. اولین درس سطح A1 رو در کنار همدیگه یاد میگیریم. در این مجموعه برنامه‌ای که برای شما عزیزان تدارک دیدم، قدم به قدم زبان آلمانی رو یاد میگیریم و سطوح مختلف رو یکی پس از دیگری آموزش میبینیم. اولین چیزی که در زبان آلمانی باید یاد بگیرید الفبا هست. Das Alphabet. الفابت یعنی الفبا. تمامی حروف رو امروز با مثال کنار همدیگه یاد میگیریم. قبل از هر چیز پس از یادگیری یادتون باشه که حتما تمرین و تکرار رو فراموش نکنید. اولین حرف ما آ. آ مثل آپفل. آ مثل آپفل. ب. ب مثل بیت. ب مثل بیت. سی. سی مثل کامپیوتر. زمانی که اول جمله قرار میگیره صدای کا میده. سی مثل کامپیوتر. د. د مثل داومن. داومن. د مثل داومن. ای. ای مثل انت. ای مثل انت. اف. اف مانند فقط. اف مانند فقط. گ. گ مثل گلد. گ مثل گلد. ها. ها مانند هوند. ها مانند هوند. ای. ای مثل اینفورماسیون. ای مثل اینفورماسیون. یوت. یوت مثل یونگه. یوت. یوت مثل یونگه. کا. کا مانند کوفا. کا. کا مانند کوفا. ال. ال مثل لامپه. ال مثل لامپه. ام. ام مثل موزیک. ام مثل موزیک. ان. ان مانند نازه. ان مانند نازه. او. او مانند او. او. پی. پی مانند پارک. پی. پی مانند پارک. کو. کو مانند کوات. کو. کو مانند کوات. ار. ار مانند ریگن. ار مانند ریگن. اس. اس مثل زونه. صدای ز میده. اس مانند زونه. تی. تی مثل تیش. تی مثل تیش. او. او مانند اوه. او. او مانند اوه. فو. فو مثل فوگل. فو. فو مانند فوگل. وی. وی مثل واسا. وی. وی مثل واسا. ایکس. ایکس مثل تاکسی. ایکس مثل تاکسی. اپسیلون. اپسیلون مثل پیرامید. اپسیلون مثل پیرامید.
ست مثل سان. ست مثل سان. آیه اوملاوت دار گفته میشه. آیه که 2 نقطه بالای اون داره میشه صدای ای میده، مثل کیزه. پس آیه که 2 نقطه داره میشه آیه اوملاوت دار، صدای ای میده، گفته میشه مثل کیزه. مثل کیزه. اویی که 2 نقطه بالاش داره میشه اوی اوملاوت دار، خونده میشه او، مثل شیلدکروته. مثل شیلدکروته. و اما اویی که اوملاوت دار هست، اویی که 2 نقطه بالاش داره میشه او اوملاوت دار، صداش میشه او مانند اوبازیتسن. اوبازیتسن. پس اویی که 2 نقطه بالاش داره میشه او اوملاوت دار، صداش میشه او. و اما آخرین حرفی که باید یاد بگیرید است هست. است صدای س میده، مثل شتراسه. است مثل شتراسه، صدای س میده. است مثل شتراسه. بریم سراغ صداهای ترکیبی، ترکیب‌های مهمی که حروف صدادار گفته میشه. زمانی که آ و ای با همدیگه کنار هم میشینن صدای آی میدن. پس آ کنار ای قرار میگیره میشه صداش آی، مثل مای. آی مثل مای. آ و او زمانی که کنار هم میشینن صدای آو میده، مثل آوخ. آ و او میشه آو، مثل آوخ. ای و او که کنار هم میشینه صدای اوی میده. ای و او صدای اوی میده. یه حروف ترکیبی دیگه ای که همین صدا رو میده آ و او اوملاوت دار هست، باز هم صدای اوی میده، مثل هویزا. آ و او کنار هم نشسته شده، صدای اوی میده، مثل هویزا. ای و او هم همین صدا رو به ما میده، مثل اروپا. اوی، صدای اوی میدن. و ترکیب بعدیمون ای و ای هستش، صدای ای کشیده میده. ای و ای صدای ای کشیده میده، مثل کنی. ای مثل کنی. یه سری هم حروف مرکب داریم که کنار هم دیگه میشینن، مثل حروف اس سی ها که کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن صدای ش میدن، مثل شون. صدای ش میده. اس سی ها کنار هم دیگه حرف مرکب تشکیل دادن، صدای ش میده. همچنین ترکیب س و خ هم 2 حالت ایجاد میکنه. هم صدای خ میده، مثل زخه. س و خ صدای خ میده و در حالت دوم امکان داره که صدای ش بده، مثل ایش. و یادتون باشه که با قسمت جلوی دهان تلفظ نکنید، با قسمت کنار دهان ش رو بگید. پس برای شون اس ها صدای ش میداد، اما برای شی که س و ها کنار هم قرار میگیره صدای ش با قسمت کنار دهان استفاده میشه، با جلوی دهان تلفظ نمیشه. و همچنین ترکیب تی اس ها صدای چ میده. تی اس ها صدای چه میده، مثل دویچلند. پس ترکیب تی اسی ها صدای چه میده. دوستان عزیزم حتما تمرین رو تکرار کنید تا بتونید حروف رو با صدای اصلیشون به کار ببرید و در برنامه‌های آینده بتونید کلمات رو به درستی ادا کنید. مرسی که در کنار من بودید. برای تک تکتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا یک برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.